الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. خدای مهربان خاتمه کار همه مانا بخیر گرداند، ایمان ها مانا با سلامت نگه دارد و الله مهربان از جمیع فتنه ها، از جمیع بدگمانی ها ما و شما را خداوند حفظ نماید. الله را دعا کنیم که جمیع مسافرهایی که داریم الله مهربان سفرهاشون به خیر و با برار بگرداند، با صحت و سلامت به وطن و به منزل و به نزد اهل عیالشان الله مهربان برسانیم. خداوند دعاگو هستیم که گذشتگان من رحمت و مغفرت، بیماری ها من شفای کامل دهد. خداوند در این ملک ما و شما، در این دیار ما و شما همیشه این نعمت آسودگی و آرامی را خدای مهربان جاودانی نگه بدارد. الله مهربان دعاگو هستیم که میل ها من و خواهش ها من با بدینش زیاد بگرداند. برادران عزیز و گرامی، من یک نواری را تماشا کردم که در بالای او رسمی من است و رسمی شیخ عبدالقدوس دهقان که از شبکه های وصال حق در سوال و جواب ها برآمد میکرد. شاید حاضرم برآمده هاشون باشد. در یک نوار دیگر رسمی من است و رسمی عبیدالله متوکل الله رحمتشون کند. شنیدیم که مقصد انا در همین دوره حکومت داری های طالبه ها کشته شد. صورت او، صورت من و صورت باز همان عبدالقدوس دهقان. و در راستی صورت من با گویم رنگ سرخ کرست ماندگی و در راستی صورت های اونها خیلی با رنگ سبز علامتی را میگذارند که درست باشد و حق باشد. همین علامت در راستی همو سخنهای حق میگذارند و نام موضوع را ماندن الله در بالای عرش است. با نویساندن که ای حاجی میرزای بیچاره بدان که الله بالای عرش است. برادران عزیز باور کنین، من خواهشم نبود که در همین چیز یکان صحبت داشته باشم، زیرا که الحمدلله رب العالمین آن عقیده ای را که صاحب 4 مذهب دارد، چه از جناب ابو حنیفه و امام مالک و امام شافعی و امام احمد حنبل، ما هم پیروی از همین صاحبای مذهب داریم. چگونه ای که دلیل ها و حجت هایی را که این عزیزای خدا آوردن که هم از سرشاری آیت های قرآن و حدیث های پیامبر هست، ما از او پیروی داریم. لیکن من در یک چیز کمی ناراحت شدم که وقتی مثل ابو عبیدالله متوکل یا مثل شیخ عبدالقدوس دهقان که علم دارن، به علم نیستن، علم دارن، فهمیش دارن، درک دارن، لیکن راستا گویم تهمت بر صاحبای مذهب میزنن، تهمت میکنن.
یا اینکه آن چیزی را که در ظاهری همون متن میخوانند برای فایده خودشان بدگی را اگرچنده که برداشت غلط کردگیان از همو عباره استفاده میبرند، ولی حقیقتی که در زیر همو عباره هست او را پنهان نگه میدارن. بعدا مردم ما که وقتی گوش میکنن ابو حنیفه این خیل گفت، امام شافعی این خیل گفت، الله الرحمن علی العرش استوا گفت، وقتی اینها را که مردم ما گوش میکنن از بس که سواد ندارین، از بس که دانش ندارین، فکر میکنین که سخن اینها به حقیقت نزدیک است. ولی نه برادران عزیز، هر چیزی را که تا امروز من گفتم، هر مسئله را که برای شما خبر دادم، تا من او را تحقیق نکنم، تا او را مقصد از نظر صاحب مذهب من اگر نگذرانم، من او را حقی بیان کردن ندارم. برادرای عزیز و گرامی، امروز بعضی برادرای ما را با یک کلمه یا یک جمله اینها به دست خودشان گرفتند. یعنی سخن مذهب یک طرف مانو، از قرآن و از حدیث برای ما صحبت کن، حالا که نمیدانند که یا میدانند ولی از نفرت زیاد، چون که ابو حنیفه هست، امام مالک هست، هر کدامش که باشد، اینا از پیش خود چیزی گفته نمیتونند. برای همین یکی از تهمت هایی که جناب الله رحمتش کند ابو عبیدالله متوکل یا جناب عبدالقدوس دیقان و دیگر علمایی که حالی در همون یوتیوب شما نویسین الله در کجاست، بسیاری از نفرها می براینو بدبختی در چی است که از نام مذهب گپ میزنند. و جوان مردین و عالمین عقیده خودتان گوین که خی پیرای ما، استادای ما همین را میگن. چی در کار سخنی را که در پای ابو حنیفه میبندین، در پای امام شافعی میبندین، حتی در برآمداشون گوش کنین. جناب عبدالقدوس میگد که تمامی مذاهب اربعه، یعنی همین 4 مذهب، تمام اهل محدثین، تمام اهل سنت و الجماعه بر همین عقیده اند که خداوند در بالای عرش هست. سخنش را گوش کنین. یعنی در بالای عرش هست به معنای در بالای عرش الله مهربان قرار گرفتگی است. این برادر عزیز و گرامی حقیقتا در حق 4 مذهب و در حق بسیاری از محدثین این تهمت است. برای همین هرگاهی که هر مسئله را که میگویند خیلی با دقت برادران عزیز، من که انشاءالله در بین مردمیم، در بین مثال علال خصوص مردم تاجیکستانیم، میبینم شکر الله که سخن اینها در اینها هیچ اثرم نمیکنه. اینها شکر خدا که فهمیشاشو نگرفتن. ولی برای بعضی نفرهایی که شاید از همین مسئله آگاهی ندارین، شما را برای شما من میخوانم. حاضر همون مسئله را که شیخ عبدالقدوس دیقان یا اما ابو عبیدالله متوکل ای فقه ابسط ابو حنیفه گپ میزنن. میگن که جناب ابو حنیفه در فقه ابسطش گفته است که کسی گوید که من نمیدانم الله در آسمان است یا در زمین، او کافر است. برادران عزیز، این عبارت در فقه ابسط ابو حنیفه هست. همین سخن هست.
ولی این چی معنی دارد؟ چی معنی دارد؟ آیا می شود که با همین سخن ما گوییم که خداوند در بالای عرش است؟ نه برادر عزیز، این معنای او را ندارد. اینها می دانند که همین معنا را ندارد، لیکن اینها معنای اساسی را نمیگن. در نظر هر کسی که گوش کند، ابو حنیفه گفته است که من نمیدانم، کسی گوید نمیدانم که خدا در زمین است یا در عرش، کافر می شود. میگه یقینا گپ همین شیخه، اینا ابو حنیفه گفته، لیکن نمیدانند که ابو حنیفه در زیر این بیانش چی مطلب دارد، چی مقصد دارد. هر یک کتاب ها برادر با خودشان با شرح ها دارن، معناها دارن. یک صحیح بخاری را ببین چند شرح دارد، یک کتاب مختصر الکفایه را بینین چند شرح ها دارد. اینها را شرح دادگی هست. برای همین برادران عزیز و گرامی، در هر یک رسانه ها اهمیت بتین. همون رسانه هایی که مثل همون توحید است و ایمان زلال است و دیگر نامه هایی که گذاشتن و فقط کارشان اغوا اندازی هست، تهمت زدن هست، شما از سخنهای اینا بسیار احتیاط کنید. برادرای عزیز، من همین را باور کنم، به خاطر آن میگم که شما را صحبت های همین آدم ها گمراه نکنه، یا شما را مقصد از آن علم و دانشی که الحمدلله امروز علمای تاجیکستان دارند، خب شما را وادار نکنن که گویا که اینها نمیفهمند یا اینا بی سوادن. نه، شما این چیزها را قبول باید نداشته باشید. بین همون فقه ابسطی که عبدالقدوس دیقان میگوید، من برای شما همراه خانم، پیش از آنی که من را میخوانم، شما اینجا یک نواره که همون نوار من با شما میمانم، شما همون نوار را گوش کنین اول که همین مردک در راست فقه ابسط چی میگه، یعنی همون کتاب فقه در فقه حنفی میگه، مراد جان فقه ابسطه. و مقصد باز در اونجا سوالش میکنن که امام شافعی هم میگه پزد است که کسی گوید که خداوند مکان دارد کافر است، سخن شافعی را هم رد میکنه، حالا که شافعی گفتگی است این گپا، وای هم رد میکنه که امام شافعی چیزی نگفته است. بیا اول نوارا گوش کنین برادرها، بعدا من همون عباره هایی که فقه ابسط میگن من برای شما میخونم تا برای خودتون معلومات بدید. هیچگاه این را قبول ما نداریم که خداوند در عرش قرار گرفت یا نشست. حتی در کتاب‌های فقهی و از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نقل شده که اگر از کسی پرسیدند که آیا الله روی عرش هست یا خیر، اگر جواب بدهد که من نمیدانم که الله روی عرش هست یا خیر، چنین انسانی کافر میشود. زیرا که در آیات متعددی در چندین مورد در قرآن کریم صراحتا الله متعال می‌فرماید که الرحمن علی العرش استوى، الله متعال بر روی عرش است. یگان مذهب، نه حنفی، نه مالکی، نه شافعی، نه حنبلی، هیچ کدام اینها قرار گرفتن خداوند در عرش قبول ندارند. این عقیده که الله متعال بر روی عرش هست و بر بالای آسمان ها هست، عقیده تمام ائمه محدثین و ائمه فقهای اربعه اهل سنت و الجماعت، امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی و امام احمد ابن حنبل هست. و عقیده شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه در این مورد دقیقاً همان عقیده ائمه مذاهب اهل سنت و الجماعت است. سال بعدی در مورد این گفتن که امام شافعی رحمت الله علیه در کتاب خودش گفته است که کسی که بگوید الله بر عرش است کافر است و ابن تیمیه این اعتقاد را داشته. این حرف درسته؟ امام شافعی رحمت الله علیه چون این حرفی رو نزدند. تمام امامان اهل سنت و الجماعت، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و امام شافعی، مالک، احمد ابن حنبل، تمام این بزرگواران عقیده داشتند که الله متعال بر روی عرش هست. حتی در کتاب‌های فقهی و از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نقل شده که اگر از کسی پرسیدند که آیا الله روی عرش هست یا خیر، اگر جواب بدهد که من نمیدانم که الله روی عرش هست یا خیر، چنین انسانی کافر میشود. زیرا که در آیات متعددی در چندین مورد در قرآن کریم صراحتا الله متعال می‌فرماید که الرحمن علی العرش استوى، الله متعال بر روی عرش است. این
تصریح قرآن هست و دلایل بسیار زیادی در این زمینه وجود دارد که الله متعال بر روی عرش و بر بالای آسمان ها هست و این عقیده تمام ائمه اربعه اهل سنت و جماعت هست و امام شافعی هم این عقیده را داشتند و شیخ الاسلام ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب و عموم اهل سنت و جماعت نیز همین عقیده را دارند، به استثنای یک تعدادی از متکلمین که صفات الله متعال را در واقع توجیه می کنند و تعویل می کنند که استوا را به معنی استولا می گیرند که اون هم یک محظوریت شرعی دارد و که از نظر لغوی و از نظر شرعی امکان ندارد که ما استوا را به معنی استولا در واقع ترجمه بکنیم. و شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه قاعدهشون این است: هر صفاتی رو که الله متعال در قرآن کریم برای خودشون بیان فرمودن دقیقاً اون صفت رو قبول دارند با همان کیفیتی که الله متعال میداند و از جانب خودشون هیچ کیفیتی رو برای صفات الله متعال در واقع بیان نکردند. این عقیده که الله متعال بر روی عرش هست و بر بالای آسمان ها هست عقیده تمام ائمه محدثین و ائمه فقهای اربعه اهل سنت و الجماعت، امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی و امام احمد ابن حنبل هست و عقیده شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه در این مورد دقیقاً همان عقیده ائمه مذاهب اهل سنت و الجماعت است. این فقه ابسط جناب ابو مطیع بلخی از جناب ابو حنیفه به صورت زیل آورده است. قال ابو حنیفه: من قال لا اعرف ربي في السماء او في الارض فقد كفر، وكذا من قال انه على العرش ولا ادري العرش او في السماء او في الارض. عباره های همون فقه ابسطه. چی میگه؟ اگر شخصی بگوید که من نمیدانم الله من در آسمان است یا در زمین، پس در حقیقت او کافر است. این چونین برادر عزیز ببیننده اگه این عباره را من برای شما از زبان علما، دانشمندها، انمون محدثین مفسرین که میگن همونها معنا میکنن که آیا می سخن ابو حنیفه چیه که من نمیدانم که الله من در آسمان است یا در زمین، او کافر می شود. انا با همین عقیدش کافر می شود. در دوام ببینیم با چی میگه ابو حنیفه؟ میگوید که وکذا من قال انه علی العرش. ببینید پس اینچنین میگه کافر می شود که شخص گوید که الله بر روی عرش است و نمیدانم که عرش او پروردگار من در آسمان است یا در زمین. شما ببینید برادرها، این سخن در مقابل اگر به تعبیر همون شیخ عبدالقدوس دهقان کنیم، الکه جمله دوم تضاد به جمله اول، مقابله. زیرا در یکم گفت که من نمیدانم که پروردگارم در آسمان یا در زمین، او کافره. در دومی بارش این چونین گوید که اگر خداوند بر بالای عرش است ولیکن نمیدانم که عرش در زمین است یا در آسمان، این حالت هم کافره. بینید برادر عزیز و گرامی، الان در خود همین کتاب فقه ابسط برادرها وقتی این عباره را میخونه و دیگه عباره دیمش نمیخونه. در همین کتاب فقه ابسط بابی هست به نام باب الصفات. ببین از صفات های الهی گپ میزنه. در باب صفات وقتی ابو مطیع میگه در مسئله جا و مکان متصف بودن الله از امام اعظم سوال میکند، ابو مطیع بلخی انکو بینین در همین باب صفات ده از ابو حنیفه چی سوال میکند؟ قلتو، ابو مطیع میگد که من گفتم ارائیت لو قیل این الله تعالی فقال یقال له کان الله تعالی ولا مکان، کان قبل ان یخلق الخلق، کان ولم یکن این، ولا خلق ولا شیء وهو خالق كل شيء.
ابو مطیع بلخی چی گفت؟ میگه گفتم که از امام اعظم پرسیدم الله در کجاست؟ برادران خوب اهمیته. در همین کتاب فقه ابسطی که بسیار یا اینام ابو حنیفه گپ میزنن، میگه وقتی ابو حنیفه را پرسیدم که الله در کجای؟ ابو حنیفه چی گفتن؟ در جواب همون سوال کننده الله در ازل بود، یعنی در اول الله مهربان بود، در ابتدا الله بود ولی جای و مکان نبود. ابو حنیفه میگه یعنی الله وقتی وجود داشت، ببین وجود ازلی که داشت، در زمانی که الله بود جای و مکان نبود. او تعالی پیش از آنی که خلقت را بیافرد به جای و به مکان بود. زمانی که الله مهربان تمام آن چیزی که امروز هست، زمین، آسمان، آب، ستاره، هر چی باشد، پیش از آنی که اینها را بیافرد خودش بود. بینین و جای و مکان نداشت. وقتی اینها را می آفرید جای و مکان نداشت. و بعدی ببینین و بعدی معنای همین عبارایی که من از باب و صفات همین فقه ابسط خوندیستم، و بعد آفرینش جای و مکان با همان صفت ازلی خیش بدون تحول و تغییر باقی است. چی خیلی که در اول بود جای و مکان نبود همه را آفرید، باز به همون بگیم اوله خود باقی است و نیاز به مکان و به جای ندارد. الله تعالی در ازل بود ولی نه مکان بود و نه مخلوق نه چیزی دیگری، و او آفریدگار تمامی اشیا است. برادر عزیز، اگر به شرطی که در فقه ابسط بین در بابهای دیگرش اگر گویی که نمیدانم الله در آسمان یا در زمین به گفتی اکو همو برداشتی که ابو عبدالقدوس دیقان که کافر میشه، با در دیگر ورقش ابو حنیفه چرا این سخنها را میگه که خدای مهربان زمانی بود مکان نبود، در ازل بود و در ازل باقی ماند؟ آیا چرا ابو حنیفه یک سخنش به یک سخن دیگرش مقابله؟ بینه که برادر عزیز، نفرهایی که خود همین سخنی را که ابو حنیفه گفته است که من اگر شخصی گوید نمیدانم که الله در آسمان یا در زمین، او کافره، معنی همین کلمه چیه؟ معنی همین سخن ابو حنیفه چیه؟ اولا جناب امام عزالدین ابن عبدالسلام که یکی از علمای بزرگ امام شافعیه میگد که بین ذکر الشیخ الامام ابن عبدالسلام فی کتاب حل الرموز، در کتاب حل الرموزش انه قال الامام ابو حنیفه رحمه الله من قال لا اعرف الله تعالی فی السماء و هو ام فی الارض فقط کفره. میگد جناب ابو حنیفه همی جناب امام عزالدین ابن عبدالسلام معنا کرده سای برادران. میگد همینجا ابو حنیفه گفت که کسی گوید من نمیدانم الله در آسمان یا در زمین، میدانین که معنای همین کلمه چی است؟ معنای همین جمله چی است؟ گفتن که ابو حنیفه گفت او کافره، زیرا اینکه این سخن نادرست گمان جای و مکان داشتن الله را در ذهن آدم پیدا میکند و هر کسی در شأن الله چنین گمان داشته باشد پس او مشبهه و مجسمه است. امام عزالدین ابن عبدالسلام که یکی از علمای خیلی بزرگ است میگد این سخن ابو حنیفه که میگد من شخص گوید نمیدانم الله در آسمان یا در زمین، او کافر میشود، زیرا میگه
همین سخن کسی اگر در ذهنش بیارد، در حال در ذهنش یک چیزی نادرست جا میگیرد. یعنی الله در زمین باشد یا در آسمان، یعنی در خیال انسان میگه مکان پیدا میشود. ببینین، در خیالت میگه مکان پیدا میشود، یعنی خدای من در زمین باشه یا در آسمان. ببین، در یکی از همین خیال تای در آسمان یا در زمین، وقتی در خیالت که خداوند در یکی از همین قرار دادی یا در آسمان یا در زمین، البته یعنی تو با اون نسبت مکان دادی. میگه معناش اینه. پس وقتی با خداوند میگه نسبت مکان کی دادی، تو میشه کافر. برادر عزیز، این امام عزالدین ابن عبدالسلام کجا و جناب مقصد بگیم که شیخ عبدالقدوس دهقان کجا، در اگر دانش در فهمش اگر ما برابر کنیم. همچنان برادر عزیز، همین عقیده ای را که جناب ابن عبدالسلام برای ما معنا کردن، امام احمد رفاعی در کتاب خودش، همچون تقی الدین حسنی، همچنان علوان ابن سعید اعتیه حموی، این چونین شمس الدین رملی، برادر عزیز، این خیلی عالمای کلانن. همه اینها برادر عزیز بر همین عقیده ان که یعنی در خیال انسان وقتی مکان که میآید، به همین خاطر آدم کافر می شود. این است برادر عزیز آن تهمتی را که بگیم در راست حضرت امام ابو حنیفه کردن که در فقه ابسطش چنین. بله، در فقه ابسط هست، لیکن آن معنای را که شما میکنین، شما نادرست معنا میکنین، شما خطا معنا میکنین، یا میدانین و پنهان میکنین، یا شاید ندانین. مرحمت به همین علمایی که معنا کردن، شما در اینا مراجعت کنین. هر کدام اینا را میتونید که شما در کتاب، حتی اینجا در من نگاه کردم، جناب علامه فقیه ابوالمحاسین محمد قاوقچی، این هم حضرت هم سخن ابو حنیفه را گفته جایز نیست گفته است. گفته شود که مکان و جای الله را کسی نمیداند جز تعالی، زیرا برای الله وصف مکان کردن اصلا جایز نیست. و هر شخصی بگوید که من نمیدانم خدا در آسمان است یا در زمین، کافر می شود، به خاطر آنه که او یکی از آسمان و زمین را جای و مکان برای ذات اقدس الهی قرار داده است. ببینید برای چی کافر می شود؟ برای که یکی از این دو را، یا زمین یا آسمان، وقتی برای خدا که مقصد همچون اقرار می شود که گویا الله مکان دارد، به همین خاطر کافر می شود. اینجا معنای اون نیست که یعنی من نمیدانم الله در آسمان یا در زمین، گویا که الله بر بالای عرش باشد. این معنای را نداره. حتی جناب امام شافعی را این در این کتاب برادرها 4 مذهب هر چارش عقیده شد. خود همین فقه اکبر، خیلی که ابو حنیفه فقه اکبر دارد، امام شافعی هم فقه اکبر دارد. در فقه اکبر امام شافعی برادران ببینید چی آمده است: واعلموا ان الله تعالی لا مکان له و الدلیل علیه هو ان الله تعالی کان ولا مکان فخلق المکان و هو على صفت الازلیه کما کان قبل خلقه المکان. این سخن امام شافعی. امام شافعی چی میگه؟ بدانید که الله مهربان آفریدگار به جای و به مکان است. دلیل برای اثبات این گفتش میگه الله در ازل بود در حالی که جای و مکان نبود. سپس جای و مکانها را آفرید. او تعالی بر همون صفت ازلیه که قبل از آفرینش مکانها داشت به همون حالت خودش باقی ماند. این سخن امام شافعیه. برای برادرای عزیز و گرامی، یعنی در هر یک مسئله ها خیلی باید ما با اهمیت باشیم و هر یک کتابی را که اینها نام میگیرن تا اگر تحقیق نکنین، هر آیتی را که اینها معنا میکنن تا از نگاه مفسران نبینین،
در او نگیم برادرها که این آیت آورد کو، این حدیث آورد کو. از این لحاظ بسیاری چیزهایی هستن برادرها، انسان ها برای فایده خودشان یا برای پیشبرد همون عقیده خودشان دروغ هم میگن، تهمت هم میزنن، هر یک کار کردنشون امکان دارد. این بود برادرای عزیز انمون برداشتی را که گوییم علمای ما کردن در گردی سخن امام ابو حنیفه که در فقه ابسط گفته زبان درازی میکنن. ابو حنیفه سخن ابو حنیفه است. من برای شما مجبور شدم برادرای عزیز که این سخن گفته گذارم. خدای مهربان شما را حفظ کنه برادرها و الهی مهربان بازم توفیقامون زیاد کند، ایمانامون کامل کند و از جمیع این فتنه ها و از جمیع این بدگمانی ها و از جمیع این تهمت ها الهی مهربان همه ما و شما را حفظ فرماید. الهی مهربان خاتممون بخیر، ایمانامون با سلامت نگه دارد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.